بینندگان عزیز السلام علیکم. امروز حیخونه برآمدیم همین قدر بالا حاضر شه. یک سر یک تماشا برف هم باریده است همه تمام. جفتی تیره موهی اسپید نکردیم. جوش ندیده استیم. تراکتور نجا جفت کرده است نگاه کنی. برف جفت میگن ایره. آن همین تراکتور. آوازی که ها شنیدم. همینجا. میبینیم یکان کاک و خب میکنیم یکی. همین خیلی رفته ایستادیم. بسیار روزی خوبه، روزی معقوله. همین تمان غم میده. اگر تمان نمیبود ایجا ها بولا رو میدیدی. یک تمان نمیبینی. ما هم برمده ایستیم که در تمان اساسی گرگ دیویژنش در تمان سر میکنه. میدونی بردارو برای که هیچ کس نمیبینش. با نزدیکی میام میگذره نمیبینش. یاد داریم یک وقتا نه تا حساب کردم یا 20 متر دور نه تا گذشت. بار وقت تر بود. بعد اول نشناختم دیدم یا تشه گفتم رو باهن 8-9 سال پیش کی نه حساب کردم نه تا نوروش ندیدم باریک گفتم گرگان. بعد دیدنش ترسیدم. بعد خمیدم پایین اومدم در تنه یشق برآمدم و تمد تروباه گذشت. هر یه روباهی دم دراز دیدم کلنکی روباه ها را دیدم ترسیدم. گفتم یاد گرگان. گرگا را خیلی روباه کردم روباه ها را خیلی گرگ. انا هم خیلی بردار عزیز یا باغ تماشا کنیم بچه ها. سیدکه کشتگی مونه نگه کنیم. انا همی خیل انا جایی که میبینه جای گوریستون های قبرستان نیمش خیلی نشون تیم. اینا هم خیلی مدگی تویجره قبرستان های اینجا باغ ماهی قش بلا ما گفتیم که خیلی همین خیلی که هست یا گرد هوا مرسه گردی گوریستون ها محکم کردیم. خیلی محکم کردیم تویجره اومدیم. اینجا همش باغ های نهالا شنوندگی هم در کامیرا میبینی شوینا 5x6 5 متر طرف 6 متر طرف نهال شنوندگی بعد اونچه بور میگذره. انا مقصدی ما باز همینجا رو حبس کردنیه. این بردیوال دیدیسته که نیشه بیای در جا بغیر خورگان چیگه نمیرویه خیلی مال میگذره یا چی میخره تمام. انا همینجا رو نگه کنی. اگر همینجا رو من چرمق بشنم این نور علا نور میشوه به حد خوب میشوه. اوی گفتگیمون بردار اوی گفتگیمون نمی درخت دیدی همین کمال بای همین رو میبرویه. اوی که عجب میاریمش 1500 متر تا پیش خونه رای هجا 200-300 متر گه تا اینجا که برویه همین خیلی برابر ساز میشوه. این بالاش نصیب باشه یکون پمپا میبینیم نساز میبینیم یکون 50 متر گه بالاتر برویه نه بای رسته میویه. اوکی بالا یکون حوض یکون حیله میکنیم. مقصد که همینجا رو ساز کردنه. هم خیلی مقصد داریم بردار عزیز. از ما حرکت میکنیم گپ بسیار زدیم حرکت میکنیم بالا. وقتی گپ زنی حرکت کنی مصرف میشه وقت قوه دیگه شلپار میشه. بردارو باز بالاتر که برمدیم کامیرا را گیرون میکنیم باز صحبت میکنیم. بینندگان عزیز رسیدیم در یک جنگل سیب و چهارمغزا. همه آوازی که گم شد. ما هم خاموش و سواسته اومدیم که بینیم در جان یکی آوازش گم شد. در گریه بود ما را دید هوی خورد. کافگاه بچه ها کافگاهی که اینجا زمستان میمونن همنان. حالا میبینیم نشون تو میتیم کافگاهی در این زمستان در اینجا زنده میمونن. همین روباه میخرشو بسیار. اگر روباه نخرش کاف به حد زیاد میشوه. بعدی او کاف گوشگرا کاف گوششو نکنن. چند بار شد گفتیم چند بار دیگر بازم میگیم کاف گوشه هم حد کنار داره
رستشات داره با زبان روسی و حساب داره. کاوگا قپیدن در کپکان آسونه، کاوگا چسبیدن در کپکان قین برای کاو. انا کاوگوشگرا اگر وقتی که مد کاو خو نیست، مد کاو نار کاو میکوه و کاوگوش نکن بیاد خوب میشه. وقتی که مد کاو خو شد مرحمت مد کاو ترگیبیو نار کاوگو را قپیدن هیچ گپ نی. اساسی هموش هم باید ممکن نباشه. این به هر حال این نقطه نظر اسلامی که یکم سبکترش کرسیستیم. انا یکی همیشه سر میکنن مد کاوگا قیرش میبرن، نار کاوگا قیرش میبرن. بعد تیره ماه میبینی 4 دونه مونده است. در بعضی جاها برادر خصم میدونه که کاوگا در نزدیکی میده یا زیر در نزدیکی آوازش نمیشنوی. همش سبب آدم های انسان. جنگل ها را گم میکنیم، علف ها را میدرویم، مال میشره. دشمن اساسی کاوگ در وقتی بچه برو تخم میکنه هم وقت مال میابه بلوش میگذاره، تخماش میکشه، بچه‌اش میکشه. دشمن اساسیش همه های. دی برف همین دقیقه بردارو. برف بلوش کمتره، یخ که هم خیلی قوت نمیکنه. 10 کیلو قوت میکنه نه. پات هم سخته. وقتی میجقی خط کن میشکنه، یخ که میشکنه، میره و سندر رنگی که در روی قم راه میگردی. هم خیلی. نواردرزی همین خیلی. خیلی باز راه ادامه میتیم در صحبت باقی. نواردرها خیلی حرکت کردیم. در جاهایی که افتاب میزنه برف قریب که نیست، دیدیسته. هر جایی که سایه های برف تازه. ما باید همین خیلی برابر بریم. هم سنگایی که میبینید در همینجا آوازهای کاوگو اومده ایستن. از تمن نیست، تمن اگه نه همینجا میبینیم شو. همین نزدیکتر یک نوار برداریشو میکنیم. پیش جنگل ها بسیارن. گفته بچه ها تنها نیا قطعی سگ بیا. یک سگ آوردیم نگهش کنی. یک جو اومده است. انا این سگ بردارو برای اخرانیت خدمون نیست. یک اگر اون گرگ پرگمات برای خوردنی گرگای حقش آوردیم. به هر حال هم تینجای سگی خوبای. گرگ تایره میخوره که ما جامونه میگیریم. یک گرگ ما بینیم خرسند میشیم. چند خواه ندیدیم. همون گرگ کوفتی استم خودم. گرگ مورنیم ما گرگ کوفتی استم، گرگ ما گریختی است. خیلی حرکت میکنیم برادر درجه نیشه بیای میغلطیم کمیره برای همین میکشیم. باشین رسیدیم در تکیگاه کاوگو، نقطه کاوگو. نیکی کاوگ نیست. یک رما کاوگ دیدیم این بالا پرید راستی بلندتر و فکر مولی برف بزنه بالا رو سفید کنه بعد پایین میخوام. توشکش همینجا جای استراحت شو. در همینجا میچرن خوب میشون در گرد همی شوخ. حتی نمی جنگل یا به توی کلنن تگی به تو قاقای کووکای در همینجا میدونن شاو خوب میکنن رو با همینجا میخره شو. این بردارم محوزی دیدیمی آی با جوشید اینا. این همینجا بچه ها استراحت میکرده از تایمی بتا. ما همین خنگه کردیم ندیمش خیست. آیسته هم ترکی یک کس مجبور میکنه که بخیز ایجا دوست بیز غم دستیسته هم خیل خیست رفت. نبرده استراحتگاه خوب تماشا کنی. در همین جای کاوگو را همین که گرزندگی های اینا خوب همینجا خوب ما ندیمش.
دم میگرفت از اینجا. کنده از جوگاش تخوری کرده است. استراحت داشته است. همینجا خطی خیس رفت. این پایوش. ما اینا بردارو همینجا. اینا ما همینجا. خوبه ما همینجا خیس رفت. همینجا خوب دست ندیدیمش. سگ قفاش رفت جکیده. این سر یالا ببریم و تماشا کنیم. جوشیده. هی بگردیم بریم دیگه. خوبی بوز بالای تنج. این پوش پایش. هم تو برابر میده بو خیلی که ترس بگریزه. خیلی که غم داده ده گفته خیس رفت. حالا سر یالا بود تماشا میکنیم. دیدیم شکر خیر ندیدیمش برمیگردیم طرف خونه. بردارا سفر امروزه ما همین قشید. ما هم گشتیم سرکلپا پایون. خوبه که دیگه گنجیگر نمیبینی. برای همین گشتیم ایرا. در قشلاق هم بوده است یک تا خوب در ده. ما شاو را 4 تا دیدیم. این یک تا بفیدیم دیگرش در دیگه جا خوان. گفتیم که بای در رما پیوست شدن که نه پیوست نشدن یا که 3 تاش پیوست شده 3 تا دیگرش موندگی. این ما هم خیلی این خمین درون جنگل خطی میریم خونه ولی هست یک 5-6 کیلومتر راه پای خونه را. میده برف هم بردیست است.